راستی صحت خوب است؟ از کجا آمدی؟ از میدان هوایی آمده. تسلیم شدین؟ در حدود چقدر نفر بودین که تسلیم شدین؟ در حدود یک 500 تانک بود تسلیم شد. 500 تانک، یعنی کل پرسنل میدان هوایی که از ولایت و از کل جا گرفته بودن در حدود چقدر نفر می آمدن؟ در حدود یک 3,000 نفر می آمدن. خب کلشان ان شاء الله تسلیم شد. فعلا که شما در ساحه مجاهدین آمدین، همراه مجاهدین هستین، کدام مشکل یا لطکوب و کدام ضرر از مجاهدین خب به شما نرسیده؟ ان شاء الله خوش هستین؟ شما مطمئن باشین، به همه ایتان اطمینان میتیم. کسایی که دیگه اندی ولایتان هستن تحت محاصره هستن به اونا اطمینان بدین که از طرف مجاهدین هیچ مشکل براتان نیست. دفعتا شما در خانه تان رخصت میشوین، براتان پول کرایه و لباس همه براتان داده میشه. ان شاء الله ما همکار شما هستیم، در خدمت شما هستیم. مجاهدین امارت اسلامی همه ان شاء الله در خدمت شما هستن. جوابا جور هستی؟ کدام تکلیف خبرت نرسیده؟ ان شاء الله مشکل نیست. بخیر ان شاء الله به زودی در خانه تان رخصت میکنیم. صحیح است ان شاء الله.